شهر لوکان با قومت افروختن بنا و انشاءات معیشی و خدمترسانی سال از سال آباد و زیبا گشته، شرایط کار و فعالیت به ساکنان بهتر و خوبتر می‌گردد که این از ثمر صاحب استقلالی کشور درک می‌دهد. امروز با سهم مقامات محلی، صاحبکاران و ساکنان سخاوت‌پیشه کارهای آبادانی و سازندگی در حدود شهر وسعت بخشیده شده. برای نیک و ارزنده استقبال گرفتن جشن با شکوه ملی آمادگی همه‌جانبه می‌بینند. بنای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر از انشاءات جشنی به شمار رفته، عین حال در آن کارهای ساختمانی جریان تازه دارد. انشاءات مذکور با در نظر داشت شرایط پیشبرد فعالیت برای کارمندان پیش بینی گردیده، مقصد از در کوتاه‌ترین وقت مورد استفاده قرار گیرد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر لوکان 71 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده است که تو این دم 40 عدد آن به استفاده داده شده، 56% کارها اجرا شده. از این ساختمان‌های مقامات اجرایی دولتی شهر لوکان بینای سیمخانه‌های علاوگی، بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، ساختمان‌هاشون با مرام ادامه دارد. اینچنین بینای ناظرات انداز ساختمان با مرام ادامه دارد. در روند چنین آبادانی در سهم صاحبکاران بیشتر به نظر رسیده. نیت داریم که در جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را سربلندانه استقبال نماییم. امروزها در دوره تعطیل خوانندگان مسئولین بخش معارف شهر مؤسسه‌های تعلیمی را پورا از تعمیر خوشصفت برآورده به سال نو خوانشی 2024-2025 آمادگی می‌گیرند. طور اطلاع داده شد در روند تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی سهم کمیته پدر و مادران نظررس بوده، همساله جهت فراهمسازی شرایط بهتر تعلیم و تربیت خوانندگان حصه خویش را در چنین عمل‌های آبادانی می‌گذارند. در شهر لوکان همگی 15 مؤسسه تعلیمی و لیسه 1 و لیسه 2 همگی 17 مؤسسه ارزی هستی دارد. تعمیری از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی برای سال نو تحصیل پورا بگیم در مؤسسه‌های تعلیمی رفته ایستاده است و تعمیری مؤسسه‌های تعلیمی از حسابی هم بودجه محله و هم از کمیته پدر و مادران و هم از صاحبکاران سخاوت‌پیشه پورا ادامه یافته ایستاده است. قید کردن به مورد است که تا اول ماه اوگوست پورا یعنی که مؤسسه‌های تعلیمی از تعمیری کپیتالی پورا می‌براید. مؤسسه تعلیمی رقم 15 شهر که به تازگی بنیاد یافته است، در آن کارهای رنگ و بارکنی و مجهزگردانی اشیا و عیانیت‌های درسی انجام داده شده برای به تحصیل فرا گرفتن محصلین پورا آماده میباشد. مؤسسه سال 2021 مورد استفاده قرار گرفته است که در آن 1025 خواننده در دو بست تحصیل می‌نمایند. مؤسسه رقم 15 شهر لوکان از 19 صنفخانه عبارت بوده. 19 صنفخانه را با دستگیری والدین خوانندگان از تعمیر خوشصفت پورا برآورده شده و سال نو تحصیل آماده است. در این برابر برای گذراندن فصل زمستان موادهای سوزشواری الکی آورده در انبارها ذخیره کرده شدند. روند تعمیر و آمادگی به سال خوانش در مؤسسه تعلیمی رقم 1 نیز ادامه داشته، عین زمان رنگ و بارکنی صنفخانه‌ها انجام یافته. در 4 صنفخانه دیگر با سهم والدین خوانندگان تعمیر کپیتالی جریان دارد. این مؤسسه از 34 صنفخانه عبارت بوده، فراگیری خوانندگان به 1490 نفر میرسد. قابل ذکر است که چنین روند آمادگی در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی ادامه داشته. مقصد است که در سال نو خوانش خوانندگان را در صنفخانه‌های نو و برهوا استقبال گیرند.